در ولایت سوخت وابسته به فعالیت ساحه تندرستی در سال 2025 نشستی مطبوعاتی برگزار گردید. ضمن نشست تاکید شد که در نتیجه دستگیری پیوسته دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و خصوص سیاست اجتماعی پیشوای ملت، ساحه تندرستی ولایت سال به سال رشد یافته ایستاده است. در دوره حساباتی در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت یک قطار بیناهای نوی مؤسسه‌های طبی از جمله 17 انشاءات مورد استفاده قرار داده شده، 87 بینای مؤسسه‌های طبی تعمیر گردیدند. عین زمان در ولایت 944 مؤسسه تندرستی دولتی و 293 عدد خصوصی فعالیت داشته، 5433 نفر طبیب و 18735 نفر کارمند میانه طب به بیماران خدمت می‌رسانند. دوام سال 2025 با مبلغ‌گذاری بودجه دولتی، اینچنین جلب سرمایه داخلی و خارجی و سهم صاحبکاران، پایگاه مادی و تکنیکی ساحت تقویت یافته، مؤسسه‌های تندرستی با تجهیزات موثر تامین گردیدند. این تدبیرها با بهتر شدن شرایط کاری طبیبان و بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی طبی به اهالی مساعدت نموده است. در این دوره از حساب همه سرچشمه‌ها 1397 عدد تجهیزات و لوازمات طبی با مبلغ 41.9 میلیون سومانی خریداری و به مؤسسه‌های تندرستی شهر و ناحیه‌های ولایت دسترس کرده شد. طبق معلومات پیشنهاد گردیده در سال 2025 خدمت‌رسانی‌های طبی به بیش از 9.5 میلیون نفر شهروندان رسانیده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 208,000 نفر زیاد میباشد. در دوره حساباتی در مقیاس ولایت بیماری‌های سرایتی نهایت خطرناک و تیزپهن شونده به قید گرفته نشده است. این معلومات از جانب نماینده مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی ولایت سوخت ضمن برگزاری نشست مطبوعاتی گفته شد. تاکید گردید که حالت مذکور از وضع استواری اپیدمیولوژی در ولایت شهادت می‌دهد. همین است که سطح گرفتاری ساکنان به بیماری زردپروین نیز در سال 2025 نظر به سال 2024 کم به قید گرفته شده است. از جانب کارمندان خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در ولایت سوخت در سال 2025 87 سنجش نقشه‌ای در 97 مؤسسه طبابتی و پروفیلاکتیکی و 18 مؤسسه حفظ اجتماعی گذرانده شده است. در این دوره 4 مرتبه معرکه نیست و نابودسازی گذرانده شده. با راه سوزانیدن بیش از 1000 نامگوی مواد داروواری، مالهای طبی، مواد آرایشی و گیگینی، غذای کودکانه قلبکی مهلت استفاده برایشان گذشته یا به سرتیفیکات مطابقت، اینچنین مواد دارای نشه‌دار و پسیخوتراپی و مقدار بیش از 78000 کیلوگرم نیست و نابود کرده شد. ضمن نشست روزنامه‌نگاران با سوالهای خود مسئله‌های گوناگون از جمله تامین مؤسسه‌های طبی با کادرهای بلند اختصاص، دسترسی داروواری، استفاده تجهیزات موثر، ساختمان و تعمیر مؤسسه‌ها، اینچنین پیشگیری بیماری‌های موسمی را مطرح نمودند. ضمن پاسخ به سوال‌های پیشنهاد شده اظهار باوری کرده شد که من بعد جهت حل مشکلات و نارسایی‌های موجوده چاره‌های دخلدار اندیشیده می‌شود.